اگر بعد از 2 ساعت درس خوندن زود خسته میشی و احساس میکنی مغزت همکاری نمیکنه، این لزوما به این معنی نیست که تو تنبلی، بلکه 4 تا اشتباه داری انجامش میدی و اشتباه 4م به شدت رایج تره. تا آخر ویدیو با من همراه باش، میخوام این 4 تا اشتباه رو بهت بگم که اگه دیگه انجامشون ندی اون موقع میتونی تا 10 ساعت هم شده درس بخونی. به نام خدا، عرض سلام و ادب خدمت رفقای گلم. حالتون چطوره؟ دکتر حسین استادزاده هستم، دانشجوی پزشکی و مشاور تحصیلی. قراره تو این چنل تمام چیزهایی که باعث بشه شما بهتر درس بخونید و بهتر نتیجه بگیرید تو امتحانات رو اینجا رایگان بهتون بگم. پس حتما ما رو سابسکرایب بکنید و با ما همراه باشید. اشتباه اول که خیلی از بچه‌ها انجامشون میدن اینه که یه دفعه میخوان زیاد درس بخونه. این طرف تو عمرش از 2 ساعت بیشتر درس نخونده، حالا یه دفعه برنامه‌ریزی میکنه برای 8 ساعت درس خوندن. خب طبیعتا شما نمیتونید این کار انجام بدید. درس خوندن و ساعت مطالعه باید آروم آروم پله پله افزایش پیدا کنه. یعنی اگه شما کسی هستید که تا الان 2 ساعت روزانه درس میخوندید، بعد بگی آقا من مثلا فردا 2 ساعت درس میخونم، بعدش پس فردا 3 ساعت، هی نیم ساعت زیاد میکنم. شما باید آروم آروم ساعت مطالعاتیتون رو ببرید بالا، نه اینکه یه دفعه از 2 ساعت برید 8 ساعت. احتمال زیاد شما نمیتونید این کار انجام بدید، یا اگر هم انجام بدید به شدت ناپایداره. یعنی نهایتا 1-2 روز بتونید 8 ساعت 10 ساعت درس بخونید، بعدش یه ول میکنید. پس آروم آروم ساعت مطالعاتیتون رو بالا ببرید. اشتباه دوم، مطالعه منفعل که خیلی از شماها دوچارش هستید. یعنی چی؟ یعنی کتاب میذارید جلوتون، مثل مجسمه هی نگاش میکنید، هی نگاه میکنید بدون که یک هیجانی بیاید توی مطالعه نباید خشک باشه. یعنی شما تک تک خطهای کتاب درسی که دارید میخونید و باید از خودتون سوال بپرسید و خودتون درگیر کنید، برای چالشی برای خودتون ایجاد بکنید. مثلا بپرسید چرا اینجوری میشه؟ اگه جمله فعلش رو عوض کنم غلط میشه یا نه؟ آیا همه موارد درسته؟ آیا همیشه این جمله درسته؟ هی مدام از خودتون سوال بپرسید. همین که خودتون درگیر بکنید، در واقع چالشی برای خودتون ایجاد بکنید، باعث میشه مطالعه کردن براتون لذت بخشتر بشه و همچنین باعث میشه مطالب بهتر توی ذهن شما قرار بگیره. اشتباه سوم، من همیشه بچه‌ها میگم وقتی دارید درس میخونید، جز صندلی و میز و اون کتاب لامصبی که باید بخونید دیگه هیچی نباید باشه توی محیط. عوامل حواس پرتی رو بذارید کنار. گوشی، نمیدونم لپتاپ یا هر چیزی که باعث میشه تمرکز شما به هم بریزه و اصلا بی ارتباط باشه با درس خوندن، باید از محیط درس خوندن خارج بشه. پس تمام عوامل حواس پرتی، یعنی اصلا تمام عواملی که هیچ ربطی به درس خوندن نداره، باید از محیط خارجش بکنید. اشتباه چهارم اینه که خیلیاتون بچه وقتی دارید درس میخونید هدف ندارید. یعنی همینجور نشستید پای درس خوندن. شما وقتی میخواید مطالعه بکنید باید هدف داشته باشید. یعنی من بدونم این درس لامصبی که الان دارم میخونم با چه هدف، این چه سودی برای من داره، این سودش کجاست به اصطلاح. یعنی باید بدونید سودش چیه، برای چی میخونم و اینو روی کاغذ بنویسی. آقا من فیزیک میخونم چون خواندن فیزیک کمک میکنه در کنکور رتبه بهتری داشته باشم. من زیست میخوانم چون زیست مهمترین درس کنکور تجربی و هر تست درستش میتونه چندین رتبه منو بالاتر و بهتر بکنه. و حتما هدف داشته باشه مطالعتون. این جلسه‌مون هم تموم شد. هر سوالی، هر دغدغه‌ای، هر مشکلی بچه حتما برام کامنت بکنید. لایک هم فراموش نشه. لایک برای شما هزینه‌ای نداره، اما این انگیزه به ما میده که ویدیوهای بهتر و با کیفیت تری تولید بکنیم. لایک و سابسکرایب هم فراموش نشه. فعلا